اولین پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر مقواسانان، تهدید به بستن تنگه هرمز در میان ابهام درباره وضعیتش. 4 روز پس از اعلام خبر انتصاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی پیامی مکتوب از او منتشر کردند. پیامی که بدون تصویر یا ویدئو منتشر شده و همچنان ابهام‌های زیادی درباره وضعیت واقعی او باقی گذاشته است. در متن منتشر شده، مجتبی خامنه‌ای خواستار ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز شده و از باز شدن جبهه‌های دیگر سخن گفته است. در این پیام همچنین تاکید شده که جمهوری اسلامی از انتقام خون سید علی خامنه‌ای و خون شهیدان عقب نشینی نخواهد کرد. انتشار این پیام در حالی صورت گرفته که هیچ تصویر یا ویدئویی از مجتبی خامنه‌ای ارائه نشده و رسانه‌های حکومتی نیز توضیحی درباره وضعیت جسمی یا محل حضور او ندادند. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره مجروح شدن شدید یا حتی کشته شدن او در حملات اخیر مطرح شده بود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشتر هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز اقدام به مین گذاری کند، پیامدهای نظامی برای این حکومت در سطحی خواهد بود که هرگز پیش از این دیده نشده است.